و اما در مورد خود تمثیلگر صاحب زمان و جایگاهشان ببینید تا یک دوره ای عقرب فعلا حکومت میکنه، اما نه بر آسمان. این مطالبی که میگیم بین آسمان و تمثیلگرانش بر روی زمین بسیار متفاوته. مثلا در روی زمین تمثیلگر صاحب زمان، تمثیلگر و نمایندش بعد انسانیش رو گفتیم که رهبر ایران هست، اما تمثیلگری که نقشی که ایفا کرده بر روی زمین، بر روی کعبه هستش در عربستان، همینطور مطابق شکل که میبینید که بله، عقرب خیابون‌های مکه رو گرفت و دقیقاً ستاره آنتارس بر روی کعبه سایه انداخته. اما بعد از اینکه تمثیلگر انسانی دوره و حکومت خودش رو تکمیل میکنه، دوره بعدی نوبت باید به منجی برسه، یعنی منجی بیاد. اما زمینیان گاهی دخالت میکنن و نمیخوان که بذارن این چرخه آسمان شکل بگیره، حالا یا از این اطلاعاتی دارن یا بر صورت ناخواسته، و ممکنه جانشین هایی رو معرفی بکنن. به طور مثال در حکومت ایران اصلاح طلب ها دنبال به کرسی نشاندن این چهره هستن و جناح دیگه اصولگراها میخوان این چهره رو بر کرسی بنشانن. اما داده های آسمان مورد دیگه رو میگه. آسمان میگه بعد از این تمثیلگر نوبت پادشاهی دو پیکر هست. مدتی باید دو پیکر بیان و این دو برادر یکیشون به حکومت میرسه که حکومت به برادر کوچیک میرسه و این چهره باید بیاد و مدتی رهبری بکنه و بعد از اون ظهور منجی رو شاهد خواهیم بود. پس فهمیدیم که داستان از چه قراره برای جانشینی بعدی. حتی در زمان مرحوم هاشمی چرا اصلا این آقا رو به قتل رسوندن؟ چون این آقا میخواست در واقع این چهره رو به جانشینی برسونه، اما دیگه نذاشتن و اون رو کنار زدن و موفق نشد به این هدف برسه. اما حالا دیگه گفتم که اهدافشون این دو هدفه، اما آسمان چیز دیگه رو در نظر داره و اون کسی که گفتیم باید بیاد و حکومت بکنه برای مدتی و بعد از اون ظهور منجی رو شاهد خواهیم بود. چون هنوز دو پیکر به پادشاهی خودش نرسید. این دو پیکره و در تصویر هم که میبینید قبلا دو پیکر در جایگاه خرداد ماه بود، اما دیگه الان تغییر کرده و اومده در جایگاه تیر ماه قرار گرفته. یعنی خورشید تیر ماه دیگه در خرچنگ طلوع غروب نمیکنه، یا خورشید خرداد ماه دیگه در دو پیکر نیست. خورشید تیر ماه هست که در دو پیکر طلوع و غروب میکنه. توجه کنید 5 برج هفتم از میلادی که مصادف با تقریبا 14-15 تیر ماه میشه و میبینید خورشیدی که دیگه در خرچنگ نیست و در دو پیکر طلوع میکنه. پس دیگه این صورت فلکی به جایگاه پادشاهی زمین یا خلیفة الله رسیده و موقع حکومت و حکرانیشه.